با سلام خدمت استادان گرامی. جناب این سنگ سیریس بوده انگار. یه چند وقتی که ما گذاشتمش اینجا داره خط و نقشایی بهش میفته، درخچه هایی بهش میفته. نمیدونم داستانش چیه. عجب نیست به نظر شما دوستان؟ هر روز به روز هم اینا کاملتر میشه. میبینید چیزی باعث این شکل میشه. و خط هم نمیفته روشونا، خط هم مشکی میفته. ممنون میشم کمکم